دو انسان یک زندگی در یک دنیا، اما یکی با آرامش می‌گذرد و دیگری با ترس زندگی می‌کند. فرقشان فقط یک کلمه است: بسم الله. حالا تصور کنید که به هزاران سال پیش رفته‌ایم، به بیابان‌های سوزان عرب. در این بیابان دو نفر مسافر هستند، دو انسان با دو روحیه کاملاً متفاوت. این دو نفر می‌خواهند سفر بسیار خطرناکی را شروع کنند، سفر میان مرگ و زندگی. در روز گرمای هوا به 58 درجه میرسد. شبها هم فکر نکنید هوا گرم است. شبها هوا تا -10 درجه سرد می‌شود. راه رفتن روی شن‌ها بسیار سخت است. طوفان شن هست، اما خطر اصلی اینها نیست. خطر واقعی راهزنان هستند. دزدها و غارتگرانی که راه مسافران را می‌بندند. به مسافران گفته می شود در این سفر نام یک رئیس بزرگ را با خود بگیرید. اگر راهزنان جلویتان را گرفتند، بگویید من زیر حمایت فلان رئیس هستم. آنها جرأت نمی کنند به شما آسیب بزنند. مسافر اول مغرور است، دوست ندارد زیر حمایت کسی باشد. میگوید من خودم می روم، کسی را لازم ندارم. با ترس و نگرانی راه می رود. هر صدا او را می ترساند. شبها با اضطراب می خوابد و همان چیزی که از آن می ترسید اتفاق می افتد. راهزنان راهش را می‌بندند. چون نام رئیسی را ندارد، تحقیر می‌شود، التماس می‌کند، غرورش می‌شکند و به ذلت می‌افتد. مسافر دوم می‌گوید من نام رئیس را می‌گیرم. او متواضع است، می‌داند که تنها نیست و به حمایت نیاز دارد. در راه آرام است، نه ترس دارد، نه اضطراب. وقتی راهزنان جلویش را می‌گیرند، می‌گوید من تحت حمایت فلان رئیس هستم. همین که نام رئیس را میشنوند با احترام کنار میروند. نه تنها اذیتش نمی‌کنند، بلکه حتی راه رفتن را به او نشان میدهند. ارتباط این داستان با بسم الله چیست؟ بدیعالزمان سید نورسی میگوید ما هم مثل همین مسافران هستیم. این دنیا همان بیابان است. راهزنان ما چه کسانی هستند؟ بیماری، ترس، مرگ، آینده، فقر و ناتوانی. ما انسان‌ها بسیار ناتوان هستیم. حتی یک میکروب کوچک می‌تواند ما را از پا بندازد. بسیار نیازمند هستیم. بدون هوا، آب، غذا حتی یک چند دقیقه نمی‌توانیم زنده بمانیم. پس انسان عاقل باید مثل مسافر دوم باشد، یعنی با نام خدا حرکت کند. بسم الله یعنی من با نام خدا و با تکیه به او زندگی می‌کنم. کسی که این را بفهمد آرام است، ترس ندارد و میداند هیچ چیزی بدون اجازه خدا به او نمیرسد. اگر هم سختی بیاید میداند حکمتی در آن است. فرض کنید در یک کافه 500 نفر نشستند، همه حرف میزنند و سر و صداست. ناگهان مردی وارد میشود و با صدای بلند میگوید همه در یک صف بایستند. و عجیب این است که همه اطاعت میکنند. چرا؟ چون مردم میفهمند او پلیس است و پشت سرش قدرت قانون ایستاده. اگر آدم عادی بود کسی گوش نمیداد. همینطور موجودات جهان مثل زنبور، پرنده، گیاه، گاو و درخت، آنها با نام خودشان کار نمیکنند، با نام خدا کار میکنند. برای همین است که کارهای شگفت‌انگیزی انجام میدهند. زنبوری که حتی یک روز هم عمر ندارد کیلومترها پرواز میکند و راهش را گم نمیکند. پرندگان با بهترین سیستم پرواز حرکت میکنند. گاو از علف شیر پاکی تولید میکند. تخم مرغ تبدیل به جوجه زنده‌ای میشود. به وجود آمدن این شگفتی ها از نام یا قدرت خودشان محال است. همه چیز بسم الله میگوید. هر بوستان، هر مزرعه، هر حیوان، هر گیاه انگار با زبان حال میگوید بسم الله، یعنی من با نام خدا این نعمت‌ها را میآورم. پس انسان هم باید با نام خدا بگیرد، با نام خدا بدهد و با نام خدا زندگی کند. بسم الله واقعی چیست؟ بسم الله گفتن فقط با زبان نیست. بسم الله واقعی یعنی بفهمی ناتوانی، بفهمی نیازمندی و از دل بگویی خدایا من بدون تو هیچم. وقتی انسان مغرور می شود و می گوید من خودم می توانم، کمک خدا را از خود دور می کند. اما وقتی بگوید خدایا من ناتوانم تو قادری، من نیازمندم تو بی نیازی، آن وقت کمک خدا می رسد. فرض کن در خانه‌ای و زنگ در زده می شود. پستچی بسته‌ای می آورد. بسته را باز می کنی، داخلش یک جواهر بسیار گران قیمت است. آیا فقط پستچی را بغل می کنی و تنها از او تشکر می کنی؟ یا از پستچی تشکر می کنی اما بعد فوراً به کسی که هدیه را فرستاده تماس می گیری؟ عاقلانه کدام است؟ دومی. نعمت‌ها هم همینند. مردم واسطه اند اما فرستنده اصلی خداست. بدیعالزمان سید نورسی میگوید شروع نعمت بسم الله، فهم این که نعمت از خداست تفکر، پایان نعمت الحمدلله. اگر این سه باشد ذکر، فکر و شکر، آن وقت انسان حق نعمت را ادا کرده است.